عید قربان آمد و در مکه حج اکبر است. دوست را تبریک کردن سنت پیغمبر است. با کمال احترام مردم شریف تاجیکستان را با آمد عید سعید قربان صمیمانه تبریک و مبارکباد نموده از درگاه خداوند بزرگ مغفرت گناهان، هدایت و استواری در دین، سعادتمندی دنیا و آخرت را تمنا می نماییم. بگذار خداوند بزرگ از برکات این لحظه های مبارک همه ما را برخوردار بگرداند.